1375 جان 1375 تا سکه تمام بهار آزادی. میتونی مهر بچم کنی؟ فندک خدمتتون است. فندک باز چی میخوای؟ میخواستم سیگارم رو روشن کنم. سیگارم میکشی؟ بعد مشروب میچسبه سیگار. مشروبم میخوری؟ وقتی قمار بازی میکنم مشروب میخورم که یادم نمونه چی باختم چی نباختم. قمارم میکنی؟ والا قمار که بلد نبودیم، رفتیم زندان اونجا یاد گرفتیم. زندانم رفتی؟ زندانم که من لو نمیرفتم که زنم منو فروخت. زنم داری؟ زن که نه، دوست دختره. خب دوست دخترم که نمیشه گفت چون ازش بچه دارم، زنمه. آره. بچه هم داری؟ بچه هم که طول سگ بچه نیست که 18 سالشه، میخواد بره خدمت. آره نوکرتونه. ول کن این حرفا رو. فندک داری؟ حلالسون حلالسون ما رو دیدی دایی فرار کن زود